درود بر دوستان مثنوی. تفسیر نمادین مثنوی با کلنگری، دفتر اول، جلسه 18، بخش 4 از 4 بخش که دنباله بخش پیشینه. ابیات 2959 تا 2980. دومین تبصره آخر قصه مرد و زن اعرابی رو میشنویم که هست وصیت رسول علی را. خب چی شد تا حالا؟ ما داشتیم صحبت میکردیم راجع به مرد و زن اعرابی، حرکتی که ما باید به سمت کمال بکنیم، حرکتی که ما باید به سمت معشوق بکنیم، باید درون خودمون رو منظم بکنیم، بخش‌های درونی خودمون رو سر جاش بنشونیم، این عقل جزوی زیبای خودمون رو باید فرمان بردار بخش حقیقیمون بکنیم که کمکش بتونه بکنه که به راه حقیقت بره و بعد بخش جان ما این حرکت رو باید طی بکنه. منتها مولانا در سراسر مثنوی خیلی تأکید داره که راه کمال که میخوایم بریم راهیه که باید با پیر طی بکنیم، یکی باید دستمون رو بگیره تو این راه بریم، وگرنه خطرات زیادی هست. همین الان هم راجع به همین صحبت کرد در این بخشی که همین الان خوندیم، در این عنوانی که خوندیم. منتها در قالب قصه زن و مرد اعرابی که تأکید بر اینه که ما باید در درون خودمون به اون مصالحه برسیم، ما باید در درون خودمون به اون صلح و یگانگی و همبستگی برسیم تا بتونیم این راهو بریم، جایی برای وجود این پیر نبود و تو اون قصه ما پیری رو نمیبینیم، فقط رابطه بین بخش جانیمون یعنی مرد اعرابی و بخش نفس و واقعیت و عقل جزئیمون یعنی زن اعرابی رو میبینیم. تا این قصه تموم شد فوراً گفت فکر نکنین که این به این معناست که خودتون میتونین راه بیافتین بریم برسین، با تکیه بر من میتونیم بریم برسیم حتی اگر درون این من به صلح رسیده باشه، بلکه یک راهبری احتیاج هست، یک پیری احتیاج هست. و با این تاکید شروع کرد به گفتن این که باید پیر رو انتخاب کنیم و انتخاب کردن پیر عین انتخاب کردن اون راهه، چون این پیر هست که دست ما رو میگیره و راهو به ما نشون میده و ما رو به سوی معشوق هدایت میکنه. در نتیجه اگر که ما این پیر رو انتخاب بکنیم عین اونه که اون راه رو انتخاب کردیم و انتخاب کردن پیر بسیار مهمه. اول قصه زن و مرد اعرابی هم که میخواست شروع کنه، عنوان دوم قصه این بود که اگر ما بریم سراغ یک نفری که ادعای پیر بودن و مرشد بودن میکنه ولی هنوز به جایی نرسیده، وضع خراب میشه، برای اینکه خودش هیچی نداره که به ما بده، نه به صلحی رسیده، نه به معرفتی رسیده، نه به کمالی رسیده، فقط ادعا داره و بخشی از این ادعایی هم که داره با ایراد گرفتن به بقیه به دست میاره. یادتون هست گفتش که یزید هم تحویلش نمیگیره ولی با یزید ایراد میگیره. و بعد توی قصه دیگه صحبتی از پیر نبود تا به اینجا رسیدیم که آخر قصهش هست و میخواد تاکید بکنه که رفتن این راه عزیزان من با یک پیری احتیاج هست، یک راهبری احتیاج هست. اما این نکته مهمه که این راهبره برای ما عمل کردش چیه؟ باز در مثنوی توضیح میده در جاهای مختلف. اول اینکه ما وقتی که مرشد و پیر رو انتخاب میکنیم، این مرشد و پیر باید بدونیم که مثل یک شیشه بسیار شفافه، چون مرشد و پیر حقیقی اون کسی هست که از منیت خودش تهی شده، رفته به معشوق رسیده، رفته به اون پیوسته، واصل به اون شده. و وقتی که چنین کسی از منیت خودش خالی شده، وقتی ما اونو نگاه میکنیم نباید اونو ببینیم، بلکه باید حق رو ببینیم، چون شده مثل یک شیشه شفاف، منی وجود نداره که اونو ببینیم. پس اگر که ما رفتیم یک پیری رو انتخاب کردیم، پیر خیلی پیر خوبی هم بود، اما اگر که ما شروع کنیم این پیر رو ببینیم به جای اینکه حق رو ببینیم، اون هم غلطه، اون هم به نوعی شرکه که بسیاری از عزیزان درگیر همین قضیه هستن. میرن پیری رو انتخاب میکنن و دیگه اصلا خدا رو یادشون میره، فقط اون پیره رو میبینن، در حالی که اکثر
این موارد خود پیر میگه که من رو نگاه نکنین، حق رو نگاه کنین، ولی اینا به اصرار میخوان خود پیر رو نگاه کنن. پس این نکته خیلی مهمه. اگر رفتیم ما یک پیر رو هم انتخاب کردیم، پیر خوبی هم بود، پیر واصلی هم بود، مطمئن باشیم که خودش رو نبینیم، بلکه همینطور که الان برای ما میگه دست اونو اگر میبینیم که دست ما رو میگیره بدونیم که دست حق، چون اون از خودش تهی شده و اون شده مثل حق. دستش دست حقه، گفتارش گفتار حقه، پیامی که میرسونه پیام حق داره با ما میرسونه. پس این یک بخش خیلی مهمی از این مسئله است. نکته مهم دیگه که هست اینه که چرا این پیر اینقدر مهمه. برامون باز مولانا توضیح میده برای اینکه یه نفر رو ببینی که این راهو رفته رسیده و بعد مطمئن باشی تو هم میتونی برسی. برای همینه که این پیر از جنس خود ما هست. اگر این پیر یک موجودی بود 8 سر داشت، اگه فرشته بود، اگه بال داشت پرواز میکرد، میامد پایین به ما میگفتش که بیا این راهو بریم، میگه خب تو 8 سر داشتی، 2 تا بال داشتی، 4 تا دست داشتی که تونستی این راهو بری، من با یه سر و بدون بال با 2 تا دست چجوری این راهو برم؟ پس تمام بحث اینه که یک نمونه یا به ما نشون میدن که مثل ماست، ما مثل اون هستیم. توانایی ها و قابلیت هایی که به اون داده شده بود به ما هم داده شده. اگر که ما نرفتیم و نرسیدیم به جایی، همتمون رو باید بریم سراغش. همتمون چرا کمه؟ چرا این حرکت رو نکردیم؟ چرا با اینکه میدونیم که چه حقیقت عزیزی در اونجا هست، یک ذره حاضر نیستیم براش هزینه بدیم تا اون گرانبهاترین گوهر هستی رو به دست بیاریم؟ اونها حاضر بودن، هزینه‌ش هم دادن. پس اگر که یکی آمد گفتش که اونها یک موجودات و انسانهایی هستن که تافته جدا بافته هستن، اگر گفت خدا از اون لحظه اول تولدشون به اینها توجهی داشت و مثلا بهشون عصمت داده بود، مثلا به اونها رو از گناه دور کرده بود، مثلا راهو براشون هموار کرده بود، اگر هر کدوم از اینا رو یکی به ما بگه و ما بهش باور بکنیم، هم به ما ظلم کرده هم به اونا ظلم کرده. به ما برشی برای اینکه فوراً در ذهن ما میاد که خب اگر این چنین بوده من که نرفتم برسم، برای اینکه خدا این توجه رو به من نداشته، اون شرایط بر من فراهم نکرد. به اونا هم ظلم کرده برای اینکه ارزش کار اونها رو آورده پایین. تمام نکته رفتن راه کمال که اونها رفتن و رسیدن این هستش که به اختیار این راهو برن، یک مقدار هزینه هایی که باید و از اون منیت خودشون بدن تا به اون بزرگترین گوهر هستی برسن. اونها این کارو کردن. ولی اگر بگیم که از اولش خدا میخواسته که اینا اینجوری بشن، پارت بازی کرده برای اونها، یعنی این که خودشون کاری نبودن تو این وسط رفتن و رسیدنشون به خودشون نبوده. پس تمام ارزش کار و تلاش و زحمت و هزینه هایی که اینها دادن و ما داریم میبریم زیر سوال. بعضی وقتا هست که آدما یک پیری رو پیدا میکنن، یه پیغمبری رو پیدا میکنن، اینقدر دوستش دارن یک همچی معجزات کرامات برای شروع میکنن ساختن، غافل از این که این حرفایی که میزنن ارزش کار این پیرشون رو میارن پایین، ارزش کار این پیامبرشون رو میارن پایین که رفته تلاش کرده، مبارزه کرده با نفس درون، به جایی رسیده که من که اون تلاش نکردم و مبارزه نکردم نرسیدم. پس اینها برای ما یک نمونه های واقعی میشن، پیر ما که پیداش میکنیم که میشه رفت و این راهو به پایان رسوند، میشه رفت و واصل شد به حق. 3 بیت هست در یکی از غزلهای بسیار زیبای مولانا که همین مسئله رو میگه. ببیند خاک سر خود درون چهره بستان، که من در دل چه ها دارم ز زیبایی و رعنایی. ببیند سنگ سر خود درون لعل و پیروزه، که گنجی دارم من در دل کند آهنگ بالایی. ببیند آهن تیره دل خود را در آینه،
که من هم قابل نورم، کنم آخر مصفایی. پیر برای ما نمونه ای که این کار رو میکنه. ما استعداد اونها رو داریم و میبینیم اونهایی که از استعدادشون استفاده کردن به کجا رسیدن. بعد خودمون رو باور میکنیم که منم میتونم برسم. فقط یکم زحمت داره، یکم تلاش داره، یکم مایه گذاشتن میخواد، یکمی هزینه دادن میخواد. هزینه هایی که از لذت های کوتاه مدت و از این نفسمون مایه بذاریم تا به اون لذت بیکران و اون گوهر بیکران برسیم. آقای مولانا رو نگاه کنیم ببینیم که چقدر حالش خوبه، چقدر حالش خوبه، مستقل از این که در اطرافش چی میگذره، مستقل از این که امروز غذای خوب خورده یا غذای خوب نخورده، مستقل از این که خونش یه اتاقه یا خونش یه قصره، فرقی نمیکنه براش. اون حالش از درونش خوبه. مولانا از درونش خوبی رو پیدا کرده، منبع خوشی رو در درونش پیدا کرده. ما هم میتونیم پیدا کنیم. منبع خوشی در درون همه ما هست. کافیه که یه همتی بکنیم، یه حرکتی انجام بدیم، به همین سادگی. پس این کارکرد خیلی مهم دیگر پیره برای ما که یک واقعیتی که به ما نشون بده که اگه این راهو بریم به چه چیزی دست پیدا میکنیم. حالا بعد از این مقدمه بریم سراغ قسمت آخر مرد و زن اعرابی. بیت 2959 عنوان 140 وصیت کردن رسول علیه السلام علی را. گفت پیغمبر علی را که علی شیر حقی پهلوانی پردلی، لیک بر شیری مکن هم اعتماد، اندرا در سایه نخل امید. خب چی داری به ما میگه اینجا مولانا؟ یاد ما اولا باشه که وقتی که میگه رسول گفت به علی، نه رسول 1400 سال پیش منظورمونه، نه علی 1400 سال پیش منظورمونه. دو تا نماد برداشته که میخواد یه قصه یا در مورد ماها بگه، یه چیز در مورد ما امروزمون بگه. میگه به هر جایی که رسیدی، اگر دستاوردهای خوبی هم داشتی، اگر که تلاشی هم کردی و به امکانات و توانایی هایی هم رسیدی، به خودت مغرور نشو. فکر نکن که به خودت میتونی برسی. به پهلوانی و زور و توان و قدرت تسلط به نفس خودت و همه اینها هم تکیه کامل نکن. اینا همه خوبه، ولی باید بری زیر سایه نخل امید، بری زیر سایه درخت رحمت پروردگار، امید به اون داشته باشی که معشوق میخواد تو برسی، اون تو رو یاری میکنه که برسی. بخشی از این قضیه هم اینه که اگر که ما صادقانه بخوایمش و بخوایم به سوی اون بریم و حاضر باشیم که تلاش بکنیم، خودش راهبر و راهنمایی برای ما میفرسته. یک گفته زیبایی هست از شیخ ابوسعید که میگه دنیا در نزد ما طبقی است، البته نقل به مضمونه، که اگر کسی سوز این حدیث در دلش در اون سر دنیا بیفته، ما وظیفه داریم که بر پهلو بخیزیم و به سمتش بریم و دستگیرش کنیم. یعنی کسانی و خدا مأمور میکنه که کسانی که صادقانه بخوانش هدایتشون کنن، راهبریشون کنن. این گفته رو اگر باور کنیم میفهمیم که مولانا به جایی رسیده بوده که صادقانه خدا رو میخواسته و تلاش های زیادی کرده بوده در این راه. خدا یکی رو مأمور میکنه بره دستگیریش کنه و بقیه راهو سریعتر ببرتش. آقای شمس وارد قصه‌مون میشه. اگر این رو بدونین میفهمین که شمس مأمور خدا بوده. شمس نبود در اون موقع یه نفر دیگه میامد این کارو میکرد. خدا که ابزار کم نمیاره، وسیله تا دلتون بخواد هست برای خدا. این نبود یکی دیگه. پس اصل هدایت شدن و متحول شدن
مولانا از خدا بوده، نه از شمس. شمس فقط یه وسیله است. اگر ما هم دوست داریم که این تحول در درونمون به وجود بیاد، اون صداقت رو داشته باشیم، اون تلاش ها رو بکنیم، شمسمون از در میاد تو. اگر شمسی بر ما وارد نشده، برای اینه که ما آنچنان صادقانه خدا رو نخواستیم و حاضر نشدیم که در راهش هزینه بدیم و تلاش نکردیم در راهش. همونطور که همین آقای شمس در تاریخ از 10 تا شهر بیرونش کرده بودن به خاطر اینکه زبان تندی داشته. مولانایی باید می بود تا ارزش این راهبری رو می داشت. بنابراین کسان دیگه‌ای که شمس دیده بودن، چون آمادگی دریافت اون راهبری و راهنمایی نداشتن، نپذیرفتنش. پس اصلش اینه که خیلی خوبه که ما تلاش بکنیم، خودمون رو توانا کنیم، با نفسمون مقابله کنیم، ولی آخر سر اگر فکر کنیم که با اینها میخوایم بریم، خرابکاریه. چون باز هم اون منه میاد وسط. منم که تونستم که بر نفسم غلبه کنم، منم که تونستم برم به حقیقتی برسم، این منه همونجا میاد بالا، در صورتی که اصلش اینه که این منه بره کنار دیگه. در نتیجه به جای من زدمه، هر جایی هم که برسیم باید امید به خدا داشته باشیم، به درخت رحمتش داشته باشیم. اندرا در سایه آن عاقلی، کش نداند برد از ره ناقلی. حالا از درخت رحمت و امید به خدا، به معشوق چی برمیاد برای ما؟ سایه یک آدمه که عقل کمالی داره، عقلش اونو به کمال رسونده، عقلی که با حرف این و اون از راه به در نمیشه. یکی بیاد یک حرفی رو نقل کنه، فوراً اون قبول نمیکنه. عقلی که پس تونسته اون رو به حقیقتی برسونه که دیگه این حقیقت با استدلال نیست. چون جای دیگه به ما میگه که اگر ما با استدلال بخوایم به خدا برسیم و خدا رو قبول کرده باشیم، یکی یه استدلال دیگه ای بکنه، پس بعد خدا رو بذاریم کنار. اگه استدلال قوی تری کرد، اگر ما الان با یکی از استدلالای رایج به خدا باور داشته باشیم، اگه یک کسی بتونه بیاد استدلال قوی تر از اون بذاره و ردش بکنه، که در بسیار موارد هم همین هست، پس باید خدا رو بذاریم کنار دیگه. چون خدای ما خدایی بوده که استدلالی بوده. در صورتی که این آدم عاقلی که اینجا داره صحبت میکنه ازش، اون آدمی که عقل کمالی پیدا کرده، عقلی که در خدمت رفتن به سوی کمالش بوده، رفته به کمال رسیده با دلش. ظل او اندر زمین چون کوه قاف، روح او سیمرغ بس عالی طواف. سایه رحمت و هدایت این پیر بر همه دنیا گسترده شده، ولی جانش مثل اون سیمرغ بلند پروازیه که در عالم حقیقت به دور حق میگرده. گر بگویم در تا قیامت نعت او، هیچ آن را مقطع و غایت مجو. اگر تا قیامتم تعریف چنین پیریو بکنم، فکر نکنید تموم میشه. در بشر روپوش کرده است آفتاب، فهم کن والله اعلم بالصواب. آفتاب حقیقت وجودی این پیر واصل در روپوش واقعیت وجودیش پنهان شده. یا علی از جمله طاعات راه، برگزین تو سایه بنده اله. طاعت یعنی اطاعت، فرمانبرداری برخلاف عصیانه. پس برگزیدن پیر راهبری که در راه کمال ما رو ببره جلو، از همه طاعاتی که در این راه میخوایم بکنیم مهمتره. هر کسی در طاعتی بگریختند، خویشتن را مخلصی انگیختند. تو برو در سایه عاقل گریز، تا رهی زان دشمن پنهان ستیز. هر کسی یه راهی دنبالش میگرده که بره به حقیقت برسه، بره به کمال برسه. تو از این راه ها برو دنبال اون کسی بگرد که اون عقل کمالیه رو داره و رفته و واصل شده، چون اون میتونه به تو کمک کنه که از دشمنی که در درونت پنهانی در ستیزه با تو و با حق هست رها بشی و خلاص بشی. از همه طاعات اینت بهتر است، سبق یابی بر هر آن سابق که هست.
از همه کارهایی که میتونی تو این راه بکنی، برگزیدن یک پیر حسابی و اطاعت و فرمانبرداری از اون مهمتر از همه است، چون اون میتونه از تمام کسانی که در این راه پیش هستن تو رو پیشتر ببره. چون گرفتت پیر هین تسلیم شو، همچو موسی زیر حکم خضر رو. صبر کن بر کار خضری بی نفاق، تا نگوید خضر رو هازا فراق. رفتی یک مرشدی رو پیدا کردی و اون تو رو قبول کرد، بعد باید فرمان بردارش باشی و حرفی که زد، فرمانی که داد، دستوری که داد و بپذیری و دائم دنبال اشکال گرفتن ازش، سوال پرسیدن که چرا اینو میگی، چرا اونو میگی، اینها رو نکنی. اگر چون این کارو بکنی، پیره بعد میگه که بین ما جدایی هست، همونطوری خضر به موسی گفت که نمیتونی دنبال من بیای. حالا چرا اینجوریه؟ آیا به این معناست که داره میگه باید در بحث یکی رو قبول بکنیم و دنبالش بریم، تقلید بکنیم ازش؟ مولانا که دائم میگه که تقلید بده، خلق را تقلیدشان برباد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد. مگه اینو بهمون نمیگه دفتر سوم؟ پس مسئلهش چی هست؟ مسئلهش اینه که اولا از پیر تقلید ما نمی کنیم. این نیست که پیر هر کاری که میکنه ما همون کار میخوایم انجام بدیم، بلکه از دستوراتی که پیر به ما میده اطاعت میکنیم، دستوراتی که به ما کمک میکنه که در راه خودمون بریم به کمال برسیم. پیر نمیگه که به راه من بیاین، پیر میگه به راه خودتون درست برین و اگر بخواین به راه خودتون درست برین، این راه رفتنشه. این یک تفاوت عمده است بین تقلید و اطاعت از پیر. و اگر که ما دائما بخوایم دنبال این باشیم که ایراد بگیریم از حرف، تناقض پیدا کنیم که مچشو بگیریم به قول معروف، اشکال چی هست؟ به اون که چیزی نمیرسه، اون رفته واصل شده. فقط به ما صدمه‌ای که میرسه اینه که نمیتونیم از حرفاش بهره ببریم، چون تمام کارها رو یا انجام نمیدیم یا با شک انجام میدیم، یا به جای اینکه وقت و توان و انرژیمون رو بذاریم برای اینکه این راهو بریم جلو، دائم دنبال این هستیم که بخوایم اشکال بگیریم از حرفای پیر، دستورات پیر. برای همینه که اون قسمت گزیدن پیر خیلی مهمه، چون باید مطمئن باشیم که وقتی یک پیری رو انتخاب میکنیم، این پیر رفته واصل شده و دستوراتش دستورات خداست برای ما. اگر که از این اطمینان پیدا کردین، دیگه احتیاجی نیست که هر پله‌ای بخوایم مچشو بگیریم. شما میرین پیش یک پزشکی، بیمارین، پزشک تشخیص بیماری میده و براتون دارو تجویز میکنه و یک سری پرهیزار میده و یک سری کارها رو میگه بعد انجام بدین. اگر شما به این پزشک اطمینان ندارین، هر کدوم از این حرفایی که میزنه میخواین برین یه سال مطالعه کنین که من این دارو رو بخورم نخورم، این کار رو بکنم یا نکنم. اگر که به این پزشک باور داشته باشین که تحصیلاتش درست بوده، تجربهش خوبه، کاری که میگه انجام بدین و میرین انجام بدین و بهتر میشین. با پیرم همینه. اگر که ما اون قسمت اولش رو درست انجام بدیم و پیر رو درست انتخاب بکنیم، دیگه از اون به بعد میتونیم دستوراتی که میده رو اجرا بکنیم، به جای اینکه دائم بخوایم مچش رو فقط بگیریم. گرچه کشتی بشکند تو دم مزن، گرچه طفلی را کشد تو مو مکن. دست او را حق چو دست خیش خواند، تا ید الله فوق ایدیهم براند. چنین پیری که از منیت خودش خالی شده باشه، به حق واصل شده دیگه. یادتونه اون فرمایش زیبای شیخ ابوسعیدو که یکی میاد به شیخ ابوسعید میگه که فلانی گفته تا خدا 2 قدم راهه، 1 قدم از خودت بیرون بذاری و 1 قدم به خدا برسی. ایشون میفرماید نه، 1 قدمه. اون وقتی از منیت خودت قدم بیرون گذاشتی، جز خدا چیزی نیست، پس با 1 قدم به خدا میرسی. فقط کافیه که از منیت خارج بشیم. حالا پیری که از منیت خودش خارج شده، چیزی که ازش باقی مونده اون قسمت حقشه، خدایگونگیشه. پس دست اون میشه دست خدا، حرف اون میشه حرف خدا، کاری که میکنه کار خداییه. و
برای همین کارهاش از بقیه کارها بالاتره. دست حق میراندش زندش کند، زنده چه بود جان پایندش کند. دست پیر که یک ره رو به جلو میرونه، اون دست خداست که داره ما رو در راه کمالمون جلو ببره تا زنده‌مون کنه. چون اگر ما در راه کمال جلو نریم، مرده هایی بیش نیستیم. زنده شدنم نه از این زنده هایی که مثل زنده های معمولی که فقط یک جان حیوانی داشته باشه در مدت کوتاه، بلکه یک زنده جاودانی بکنه با جان باقی جاودانه. پس خیلی مهمه که این پیره رو انتخاب بکنیم، درست بگزینیمش که بتونه ما رو در این راه هدایت بکنه. هر که تنها نادراً این ره برید، هم به یاری دل پیران رسید. اگرم در ظاهر میبینین که یه نفر بدون اینکه یک پیر در اون زمان داشته رفته به جایی رسیده در این راه، اون هم رسیدنش به یاری دل پیرانه. چجوری؟ اونهایی که رفتن و رسیدن دعاشون دائم به خدا این هستش که خدا یا بقیه هم هدایت کن اونام بیان برسن. دائم دارن همشون برای همه ما دعا میکنن. یکی به پیغمبره میگه این دشمنا که اینقدر دارن آسیب میزنن، اذیت میکنن، یه نفرینی بکن. برمیگره میگه خدا یا هدایتشون کن. آخه کسی که شده مرشد مگه ممکنه که نفرین درش باشه و جز هدایت، حتی هدایت دشمنش چیزی بخواد؟ برای همینه که این کسانی که به این مرحله رسیدن دعاشون دائم به خدا اینه که خدا یا بقیه را هدایت کن. دست پیر از غایبان کوتاه نیست، دست او جز قبضه الله نیست. غایبان را چون چنین خلعت دهد، حاضران از غایبان لاشک بهند. اگر چیزی که از اونا بهره میبری با دعایی که میکنن، از هدایت غیبی که میرسونن در دل و نهان تو رو کمک میکنه به این راه بری، ببین که اگر در حضورشون باشی چقدر بهره میبری. حالا این یعنی چی؟ یعنی که بریم همینجور جلوشون بایستیم؟ آیا حضور به این معناست واقعا؟ یک رباعی بسیار زیبا هست از شیخ ابوسعید که میگه گر در یمنی چو با منی پیش منی، گر پیش منی چو بی منی در یمنی. من با تو چنانم ای نگار یمنی، خود در غلطم که من توام یا تو منی. حضوری که اینجا داریم راجع بهش صحبت میکنیم حضور قلبیه، حضور دله. میتونیم ما بریم پیش یک مرشد و پیر بسیار عزیزی قرار بگیریم به طور فیزیکی در واقعیت عالم، ولی دلمون یک جای دیگه باشه، حاضر نیست. میتونیم در واقعیت در مکان کاملا متفاوتی باشیم، حتی در زمان کاملا متفاوتی باشیم، ولی در خدمتش حاضر باشیم. این صحبتی که الان داریم میکنیم حضور این چنین حضوریه. غایبان را چون نواله میدهند، پیش حاضر تا چه نعمت ها نهند. نواله میشه بخشش. کو کسی کو پیششان بندد کمر، تا کسی کو هست بیرون سوی در. آیا کسی که با دلش در خدمت اینا حاضره و کمر به خدمتش اون میبنده، که خدمت پیر در واقع خدمت به خودمونه. پیر که از ما چیزی نمیخواد، احتیاجی نداره، نیازی نداره، اون رفته و رسیده. این که ما بریم در خدمت پیر کمر ببندیم، کمر خدمت ببندیم، در واقعیت یعنی این که در خدمت جان باقی خودمون قرار بگیریم. میگه اون کسایی که تنبلن و اینجوری نمیکنن، نظر پیر که دعا میکنن دائم براشون بهشون یه چیزی میرسونه، چه برسه به این که با دلتون در خدمتشون قرار بگیرین و در خدمت جان باقی خودتون قرار بگیرین، ببینین دیگه بهتون چه ها میرسه. اما مثل هر کار دیگه‌ای، مثل هر چیز گرانبهای دیگه‌ای، حتی در واقعیت عالم، اگر بخوایم بهش برسیم
باید تلاش کنیم، باید از خودمون مایه بذاریم، باید هزینه‌شو بپردازیم. اگر یک کمی سخت هست فوراً جا بزنیم به هیچ جا نمیرسیم. چون گزیدی پیر نازک دل مباش، سست و ریزنده چو آب و گل مباش. گر به هر زخمی تو پرکینه شوی، پس کجا بی صیقل آیینه شوی. اگر کوچکترین سختی هایی که پیش میاد فوراً حالت خراب بشه و ناراحت بشه و جا بزنی، او صیقلی که باید نمیخوری، دلت آینه نمیشه. پس وقتی که میریم در خدمت پیر قرار میگیریم، اگر پیر دستوری میده که یکم به نظر سخت میاد، برای خودش نمیگه، برای اینکه این دستور سخته، این زحمته مثل اون صیقل خوردن آینه هست، تا بتونه زنگارها رو از دلمون پاک کنه، تا بتونه اون پستی بلندی و زمختی های دلمون رو ببره، تا آماده بشه دل ما آینه بشه، تا حق رو در خودش نمایش بده، تا حق در دل ما جلوه بکنه. خب این بود قصه زیبای مرد و زن اعرابی با تبصره های آخرش. امیدوارم که از این قصه بهره برده باشین. تا جلسه آینده که کبودی زن قزوینی رو هم شروع میکنیم. خداحافظ.